سلام و درود به همه شما دوستان و هموطنان عزیز. در این ویدیو قصد دارم در مورد فواید آب سیر صحبت کنم. چرا باید آن را بنوشیم و چه کسی باید آن را بنوشد. نکته دوم اینه که یاد خواهیم گرفت در این ویدیو که چگونه آب سیر رو درست کنیم. دلیل اول استفاده از آب سیر اینه که اگر شما از آن دسته از افرادی هستید که سطح قند یا مشکل انسولین یا اگر کسی هستید که میخواد وزن کم کنه، آب سیر به شما کمک میکنه و خیلی هم مفیده، زیرا انسولین رو در بدن ما متعادل میکنه. به همین دلیل برای کسانی که دیابت دارن یا میخوان وزن کم کنن بسیار توصیه میشود. دلیل دوم استفاده از آب سیر برای کسانی که کلسترول بالا و فشار خون بالا دارند. سیر میتونه برای شما جایگزین خوبی باشه و میتوان آن را در کنار دارو استفاده کرد. اما دلیل سوم در مورد کلیه هاست. اگر شما کسی هستید که مشکلات کلیوی یا عفونت در کلیه ها دارید، سیر بسیار مؤثر برای شما خواهد بود، زیرا سیر دارای اثر ضد باکتریایی و ضد میکروبی بسیار خوبی است. حتی سیر اثر ضد قارچی هم دارد. به همین دلیل برای مردان یا زنان مبتلا به هر نوع عفونت ادراری بسیار مفید است. دلیل چهارم اینه که اگر میخواهید مفاصل سالمی داشته باشید و اگر فردی هستید که هر یک از مفاصل یا استخواناتون دچار مشکل شده است، آب سیر به شما خیلی کمک میکنه. حالا چگونه کمک میکنه؟ آب سیر التهاب مفاصل رو کاهش میده. در واقع در کل بدن باعث کاهش التهاب میشه و برای مفاصلتون هم بسیار مفید است. دلیل پنجم برای کسانی که ورزش میکنن. اگر شما هم از آن دسته از افرادی هستید که هر روز ورزش میکنید و خیلی سریع هم خسته میشید، حتما آب سیر رو امتحان کنید، چون آب سیر میتونه روند و سرعت خستگیتون رو خیلی کمتر کنه و می توانید برای مدت طولانی ورزش کنید یا می توانید برای مدت طولانی بدون احساس خستگی به ورزش بپردازید. اینا فواید بزرگ آب سیر بودن. حالا سوال اینجاست که چگونه باید این آب سیر رو درست کرد؟ خب قبل از اون باید توجه داشته باشید که طرز تهیه آب سیر ممکن است عطر سیر را حسابی در فضای خانه شما آزاد کند. پس اگر به بوی سیر حساسیت دارید، بهتر است این کار را در محیطی انجام دهید که تهویه مناسبی داشته باشد. خب بریم سراغ طرز تهیه آب سیر. شما به 1 یا 2 حب سیر نیاز دارید. فقط اونا رو له کنید و به مدت 15 دقیقه اونا رو رها کنید. حالا چرا باید همچین کاری کنیم که اونا رو توی محیط رها کنیم؟ زیرا عناصر زیادی در سیر وجود دارد که در تماس با هوا قرار می گیرند و سپس به عناصر بهتری تبدیل میشن که به راحتی توسط بدن ما جذب میشن. به همین دلیل اونا رو به مدت 15 دقیقه میگذاریم و سپس در یک لیوان آبگرم قرار میدیم و اونا رو مخلوط میکنیم و به همین سادگی آب سیر ما آماده نوشیدنه. شما میتونید اون رو صبح زود با معده خالی بنوشید. ولی اگر مشکل گاستریت یا هر مشکل دیگری دارید، می توانید 40 یا 50 دقیقه بعد از غذا اونو مصرف کنید. مرسی از همه شما بینندگان عزیز که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. اگر به دنبال سلامتی و سبک زندگی سالمی هستید، پیشنهاد می کنم حتما چنل ما رو دنبال داشته باشید تا از ویدیوهای بعدی ما جا نمونید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.